بهترین سرآغاز به نام تو کی نامه کنم باز. بعدا السلام علیکم دوستان عزیز و مهربانم. میگوید روز یک معلم در صنف ریاضی شروع به نوشتن بر روی تخته صنف کرد. می نوشت 9 ضرب 1 7، 9 ضرب 2 18، 9 ضرب 3 27، 9 ضرب 4 36، 9 ضرب 5 45، 9 ضرب 6 54. میگوید وقتی که کارش تمام شد به دانش آموزان نگاه کرد. آنها دیگر نتوانستند جلوی خود را بگیرند و شروع به خندیدن کردند. وقتی که او پرسید برای چی میخندید، یکی از دانش آموزان اشاره کرد که معادله اولین اشتباه است استاد. معلم پاسخ داد من معادله اول را عمدن یعنی قصدن اشتباه نوشتم تا درس بسیار مهم را به شما بدهم. درس چی بود دوستان عزیز؟ معلم گفت دنیا با شما همین گونه رفتار خواهد کرد. همانطور که میبینید من 5 معادله را درست نوشتم اما شما به آن هیچ اهمیت ندادید. همه شما فقط به خاطر آن یک اشتباه به من خندیدید و من را قضاوت کردید. دنیا همیشه به خاطر موفقیت ها و کارهای خوبتان از شما قدردانی نمی کند، اما در مقابل یک اشتباه سریع با شما برخورد خواهد کرد. بله دوستانم، امیدوارم که با خود چیزی گرفتید. اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. با شما بودم من عبدالله. یک شما را برای الله پاک دوست می‌دارم. خدایا مددگار ما و شما باشد.